böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. Bir güzele vuruldun. Yanma. Yakma. Lan oğlum böyle yakma. Lan oğlum böyle olmaz. حالا چی؟ آره هستم. سلام بچه ها. امیدوارم مزاحمتون نشده مامان باشم. تو اینجا چی کار میکنی؟ خب این سوال من بود. سلام. لعنتی زده به سرت. ظریف این همه مدت الکی همدیگه رو رنجوندیم. اگه این هدیه رو قبول کنی خیلی خوشحال میشم. من بلد نیستم حرفای شیکو با کلاس بزنم ظریفه، اما برای خانم‌ها خیلی ارزش و احترام قائلم. به نظر من جوونه خوب. ظریفه خواهش میکنم این هدیه رو قبول کن تا مشکلاتمون حل بشه. خواهش میکنم. تو خونه حبسمون کرد بستم بود، برق و قطع کرد بستم بود، الانم داره شکنجمون میده. آخه مگه شوهر کردن گناه داره؟ ایلک نور خواهر. ببینم نکنه پیدا کردی؟ چی را؟ دختر از صبح تا حالا داریم دنبال سوزن میگردیم دیگه، یادت نمیاد؟ اهالی همه هدفتون مغازه حسین آرایشگر باشی. با دشمن ریختی رو هم آره؟ این چی میگه؟ این اینجا چه کار میکنه؟ منم همینو میگم. این اینجا چی کار میکنه ها؟ به خدا نمیدونم. خیلی بی‌شرفه. تازه داره خودش هم اصلاح میکنه. بفرمایید. میشه با پسرم آرکان مثل یه پدر حرف بزنین؟ آخه این اواخر کارای عجیب غریبی میکنه اصلا. پسر تو؟ من میگم میشه شما مثل یه پدر باهاش حرف بزنین؟ میشه مثل یه پدر راه درست و نشونش بدی، اصلا راه نماییش کنی، مثلا چه میدونم یکم عوضش کن مثل یه پدر. باشه چشم، مثل یه پدر باش حرف میزنم. من باش حرف میزنم. مثل پدر باهاش حرف بزنی یا مثل باشه پدر؟ چشم، مثل پدر باش حرف میزنم. باشه نه تو به کارت برس پسر، به کارت برس. آقا صبر کن. شنیدم این اطراف یه جای زیارتی هست. تو میدونی کجاست؟ آره میدونم. چی شد پس؟